رمضان تربیت میکنه ما و شما را، تربیت میکنه ما و شما را، عادت کرد ما را. اگر در یک وقت معین چیزایی که مألوف و معتاد بود بر ما نرسید، صبر کردیم، صبر کردیم، با بسیار خونسردی، با بسیار حوصله مندی بیگاه کردیم، با کمال خوشی در دسترخوان امرای اولاد نشستیم. هر طرف سعی کردم که طفل خوردم هم روزدار بوده، طفلی که تو شفقت میکردی که نخیزانی برای رمضان، ولی او گریان میکرد، میگفت که اگر من نخیستاندی من سبا امو طور به پس شوی روزه میگیرم. الله اکبر. امو طفلک که تم ده پالید انتظار میده کدن روزه را داره، شکر الله را نمیکشی. فامیلی که همه خانوادش پابند طاعت الله سبحانه و تعالی باشه، جماعتی که در دسترخوان گرد شده باشه که هر کدام امی تو امتحان الله را داده باشه و میمان الله را عزت کرده باشه، این دعا رد میشه؟ این دعا رد نمیشه. تو اگر بدانی شکر الله را بکشی، الحمدلله. مثل که در رمضان همی قسم میبینی، اگر در پالویت میبینی که طفل دستاد است و قیام اللیل میکنه، تراویح میخونه، سیاست دستو کنه پیشتاز وقت خیسته روزی کرده، دخترت از تو کنه پیش دو رکعت نماز خوانده، اومد چه رقم جور میشه؟ اومد چه رقم اسلام میشه؟ اومد اینمی رقم اسلام میشه. به شعور اولادت، به احساس اولادت، احساس دین پیدا کن، احساس دین پیدا کن. و از خردی خود بدانه رمضان چیست، از خردی بدانه تراویح چیست، نماز چیست، از خردی بدانه قرآن چیست. در ذهنش نشسته باشه که رمضان سفارش میکنه، قرآن سفارش میکنه. از همون خردی میل و علاقش به حفظ قرآن کریم باشه، نباشه که توسط پول تو را بگوی که دو آیت یاد بگی. الله ما را مؤمن جور میکنه. کدام مؤمن؟ مؤمنی که درد داشته باشه، مؤمنی که احساس داشته باشه، مؤمنی که میفهمه مسئولیتم چیست، کدام مسئولیت داشته باشه. رمضان مبارک تو را از آن چیزی که دهن خواهش میکرد من نکردی، شرمگاه خواهش کرد من نکرد.